الله أكبر الله أكبر. کابل، شهر محبت و همدلی، شهر فردا. کابل، شهر ما. مندوی کابل از جمله محله‌های پر رفت و آمد است و مردم هر روز احتیاجات روزمره خود را از آنجا تهیه می‌کنند. جلبی و ماهی از جمله خوراک‌های سنتی و دیرینه مردم این دیار است. شهر کابل یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی افغانستان می باشد. اسناد به دست آمده سوابق و مدنیت کابل باستان را بالاتر از 2000 سال قبل از میلاد نشان می دهد. این شهر به عنوان پایتخت افغانستان دارای اماکن تاریخی، فرهنگی، مذهبی بیشماری می باشد. شاروالی کابل روزانه به مقدار بیشتر از 2000 تن متر مکعب کثافات را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کند. اقوام زیادی در زیر سقف این شهر در کنار هم با صفا و صمیمیت زندگی می کنند. قصر دارالامان یکی از اماکن تاریخی شهر کابل است که در سال 1304 به مساحت 2600 متر مربع بنا نهاده شد. قصر 40 ستون در قرن 13 هجری شمسی در زمان امیر عبدالرحمن خان اعمار گردید که اکثرا شاهان و مهمانانشان در این مکان بود و باش داشتند.
منار علم و جهل از آثار تاریخی شهر کابل در افغانستان است. این منار به یادگار پیروزی به شورش مشهور به ملای لنگ به ضد نهضت افغانستان ساخته شده است. طاق ظفر در سال 1919 توسط قاضی امان الله خان به عنوان نماد استقلال افغانستان بنا گردید. شاروالی کابل روزانه به مقدار 6.5 میلیون متر مربع که شامل 120 پارک و ساحات سبز می باشد و همچنان گلدان‌های 65 جاده به طول 552 کیلومتر ساحات سبز را آبیاری می کند. باغ بابر یکی از زیباترین باغ‌های شهر کابل می باشد و قدامت آن به 500 سال می رسد. باغ بابر از جمله آبدات تاریخی و اماکن تفریحی شهر کابل محسوب می شود. زندگی در شهر کابل برای آینده بهتر و فردای روشن‌تر ادامه دارد.